قراره با هم این کیک ماربل فوق‌العاده خوشمزه و خوشبافت رو درست کنیم. خیلی هم آسون، فقط کافیه که تخم مرغ‌ها رو به همراه وانیل و شکر با هم زن دستی یا برقی با هم ترکیب کنین تا رنگش روشن بشه. بعد بهش کره آب شده رو اضافه کنین، هم بزنین، بعد مواد خشک رو بریزین و در آخر هم شیر رو اضافه کنین. وقتی که موادتون یک دست شد، اونو به 2 قسمت تقسیم کنین. به یه بخشش پودر کاکائو اضافه کنین و با هم ترکیب کنین تا به این شکل بشه. حالا از هر دو مواد داخل قیف بریزین. میتونین از قیف هم استفاده نکنین. حالا یکی در میون از موادتون داخل قالب بریزین و در آخر با یه سیخ چوبی یا خلال دندون روش طرح ابر و بادی بندازین که قشنگتر بشه و دیگه بذارین داخل فری که از قبل گرم شده و در نهایت شما یک کیک فوق‌العاده خوشگل، خوشبافت و خوشمزه دارین.